سر همین موضوع من بعد یه سری لباس رو تست کردن، امتحان کردن، بعد اومدن بهمون تذکر یعنی دادن. بدون اجازه؟ بله. اومدن بهمون تذکر دادن که یه سری لباس و کفش و این چیزای این شکلی پوشیده شده، استفاده شده و یه سری چیزا نیست. سر همین موضوع من فکر کردم که ممکنه در مورد کفش که گفتن ممکنه این همون کفشی باشه که اونجا یعنی استفاده کفش گم شده الان؟ فکر میکنم. از شما فکر میکنید اینی که الان پوشیده؟ نه خودشون که میگن نیست، ولی خب من کفشی دیدم که گم اینو از شده رو خونه که ایشون آورد. نمیپوشه بیاد نه اینجا. من اینو دیدم از خونه شما. خیلی خوب. من میتونم راجع به این یکم برگردیم به بحث، چون به میخوای شما نظرم توضیح بدیم؟ آره اصلا طرز بیان قشنگ نبود و یه جورایی آره توضیحات، مثلا شما یک سوالی پرسیدین که من توضیح دادم، یه توضیح جواب دادم و توضیح حالا اصلا نمیخوام واردش بشم، طرز بیان رو دارم میگم، نه اینکه حالا توضیح احتیاج بود یا نبود. ولی من چیز دیگه میخوام بگم، به ما اجازه ندادن که توی اون اتاق بریم و بدون اجازه این اتفاق افتاده. به نظر شما اجازه بدین اشتباه صحبتش بوده؟ تموم شه. بله. آره اجازه بدین صحبتش تموم شه.